شنوندگان گرامی، شما برنامه بخش دری شبکه آواز تاجیک را از شهر دوشنبه پایتخت جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان میشنوید. برنده بودند، نطاق بودن و پیشتر میگفتند که دیکتاتور بودن این کار شرفناک، کسب بسیار ناتکرار است. جوانی چون گل گلباغ زیباست که هر یک لحظه اش زیب و گواراست. هر سحر از موج می آید صدا. این صدا اینجا دوشنبه پایتخت تاجیکان. با همین صدا آغاز می شد رادیو و ما فکر میکردیم که رادیو رو تنها برهان رحمان ساختن. صدای استاد برهان رحمان هر وقت شور میانداخت در دل مردم، بنیاد غم را برباد میداد، دیوارهای سکوتی را میشکست. در یک از صحبت‌های احمدشاه مسعود صحبت است که در قسمت زیادی جاها این آواز صدای برون‌مرزی رادیوی تاجیکستان برای ما یک شوق میبخشید، یک خرسندی میبرد. در این آواز برهان رحمان بسیار صدای بقوه داشتن، صدای دلنشین، دلچسب. حتی من در همین نقلیات وقتی که می نشینم همین رادیو رو می موندن، اگر آواز استاد برهان رحمان می شد حتما که تا آخری سخنا گوش می کردن. آرزوی آدمیزاد ای حبیب، خوش به عالم داد ای حبیب.